سال 1999 توی پژوهش یه در جمع کردن، می‌خواستن ازشون یه آزمایشی بگیرن. بهشون یه ویدیو نشون دادن که توی اون ویدیو 2 تا تیم داشتن به هم توپ پاس میدادن. یه تیم لباسای سفید پوشیده بود، یه تیم لباسای مشکی. از کسایی که مورد آزمایش قرار گرفته بودن خواسته بودن که تعداد پاسای تیمی که لباس سفید داره رو بشموره. بازی تموم شد و هر کسی آمار خودشو داد. اکثرا هم درست گفتن. بعد از اینکه آمار پاسا رو اعلام کردن، ازشون پرسیدن که گوریل سیاهو دیدین وسط زمین اومد رد شد. حدوداً 50% از شرکت کننده ها اصلا گوریلی ندیده بودن و اصلا گفتن گوریلی وجود نداشت. زمانی که بازی داشته انجام میشده و این پاسکاری انجام میشده، یه فرد که لباس گوریل پوشیده بوده میاد وسط زمین، میزنه به سینه‌ش و از زمین خارج میشه. 50% از شرکت کننده ها توی این آزمایش اصلا همچین گوریلی ندیدن. انقدر که ذهنشون درگیر شمردن پاسای تیم سفید بود، هیچ گوریلی ندیده بودن. اونی که خیلی‌ها اسمشو میذارن فراموشی یا حواس پرتی، دقیقاً مربوط به همین توجه و تمرکزه. مغز نمیتونه همه اطلاعات اطرافشو پردازش کنه. برای همین یه فیلتری درست میکنه که فقط چیزایی رو میبینه که ازش خواستی که بهش توجه کنی، که بهش میگن توجه انتخابی. توجه انتخابی یعنی مغز به صورت طبیعی فقط روی چیزایی تمرکز میکنه که ما ازش خواستیم و وقتی ما چیزی رو ازش میخوایم، مغز فکر میکنه اون خیلی چیز مهمیه، فقط روی چیزهای مهم تمرکز میکنه و بقیه چیزا حتی اگر مثل اون گوریل جلوی چشمت هم باشن اونو نمیبینه. این توجه انتخابی رو توی نوروساینس تاییدش میکنن که مغز ما دنیای اطراف و بر اساس باورای ما فیلتر میکنه و به ما نشون میده. یعنی خیلی راحت مغز میتونه ما رو گول بزنه. برای تو چند بار پیش اومده که گوشیت دستت باشه اما انقدر فکرت درگیره که اصلا حواست نیست گوشیت جلوی چشته و چشم گوشی که دستت نمیبینه، به خاطر اینکه داره اون فکری که تو کلته رو بررسی میکنه. وقتی به مغزت این باور رو دادی که آدم بدشانسی هستی، شانسای زندگیت گوریل نامرئی زندگیتن، چون بهترین آدما میان سراغ بهترین موقعیت‌های شغلی، کاری، موقعیت‌های تحصیلی جلوی چشمت میان، ولی طبق دستوری که به مغزت دادی که من بدشانسم، مغز فقط دنبال بدشانسی‌ها میگرده که صحه بذاره روی حرف تو. درست گفتی، اطلاعاتی که به من دادی که تو بدشانسی، من فقط مدارکی رو برای تو میارم به تو ثابت کنم تو بدشانسی. دقیقاً همون چیزی که مغزتو درگیرش بکنی، همون چیزیه که توی زندگیت بیشتر میبینی. مغزت وقتی روی چیزی تمرکز بکنه، ممکنه راه حل جلوی چشمت باشه اما باز نبینیش. اگر فکر میکنی که شکست میخوری، اگر فکر میکنی که قبول نمیشی توی امتحان یا هر چیزی، مغز فقط اون چیزی که تو بهش گفتی رو میبینه و بقیه چیزا میشن گوریل نامرئی زندگی تو. حالا تو بگو چند بار برات پیش اومده که گوشیت دستت باشه، عینکت روی چشت باشه یا روی سرت باشه ولی دنبالش بگردی؟